آهنگ عروسی بود. خدا رو شکر قدیم تا حالا خیلی چیزا تو فرهنگ عروسی های ما درست شده و بهتر شده. یادتونه قدیما هنوز اون موقع فرهنگ سازی نشده بود تو عروسی ها که اگر کسی نمیخواد برقصه آقا چی کارش داری؟ این این گوسفندهای قربونی 4 دست و پاشو میگرفتن میکشیدن تو زمین، لنگ و لگد میزد، میبردنش وسط، بعد یهو ولش میکردن. آقا این شاید الان معذبه، شاید نفخه، اگه یه قری بده کل عروسی به هم میریزه. چرا شما درک نداری روی این قصه؟ خدا رو شو قدیم بود، تموم شد. یهو ولش میکردن وسط محفل، این نگاه میکرد، همه نگاه میکنن، توقع دارن. بلند میشد انقدر میرقصید میزدنش تا بشینه، دیگه نمیشست.